دعوا مکن که بهترم از دیگران به علم، چون کبر کردی از همه نادان فروتری. انا این دعوا را کنار بگذار، بیشتر بخون بدون. من دیدم که شما بر اینها همینجا چند نفر دیدم از برای خدا آینده نیک دارند، چون که این مردم الان فهمیده است که شعر چی است. حاضر در محیط ما حاضر صحبت گلنظر کلدی از در روزنامه فرج خواندم به فیلم با خیومزاد، عبدالقیوم خیومزاد. مثلا میگه که حاضر شاعرای ما خواسته باشن هر روز یک اثر چاپ میکنن، یک اثر کلان حجم، هر کدومش یک کتاب چاپ میکنن، لیکن چون وارد اون کتاب میشه میبینی هیچ چیز نیست. ها اثر نثریشون هم همینه، اثر علمی هم همین است. متاسفانه چشم رسیده کن. امید است که شما جوانا این عنعنه اینه که پیش میبره. انا میدونید، شما خوب میدونید، اون صحبت هم کرده بودیم که بسیارها مخصوصا عالمان غرب در عقیده بودن که بعد جامع سخن خاتمه یافت و دیگر هیچ کس، یعنی که دیگر چنان شد که به غزل نیاز نداریم. لیکن رحیم ماهری بینید چیکار کرد. شاعرای بعدیش هم اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم، موی سپید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. مگر همین شعری بد است؟ بهترین نمونه غزل، یعنی که میتونیم که غزل بافریم. اکنون وقت اون رسیده است که شاعرها چنان کنند که مردم تشنه شعر اینها قرار بگیرد. انشالله که امید است. خب استاد، شما واقعا هم همزمان هنرمند هستید و من در یک مقاله خوانده بودم که شما دوستی دارید با احمد ظاهر، دوستی داشتید در همان زمان و یک مقاله بفکرم از روزنامه فرج بود که احمد ظاهر کباب را دوست می‌داشت، شراب را و 3 نقطه. در این مورد من شما رو فهمیدم می‌خواستم. برادر ما، شما روزنامه‌نگارا با قبل رودکی 300 چرا دوست می‌داری؟ همین کوشش می‌کنی که از پشه فیلم سازی. انا در حقیقت احمد ظاهر یک چهره شناخته امروز مایه افتخار تمام مردمی فارسی زبان است. نه فارسی زبان بلکه در کشورهای دیگر هم که میروی انا سرود اون پخش میشه، در روسیه هم، در ازبکستان هم، در کشورهای دیگر هم، چون که شعر و سرود و موسیقی زبان ندارد، سرحد ندارد، همه سرحدهای رخنه کرده بود. انا جوان بسیار هنرمند بود، خدا داد بود. ما دوست بسیار خوب قریم بودیم، حتی چند تا سرودم خونده بودیم از طریق حال اینترنت. یک تماشا کنید اونجا نوشتن میخونه جورابیک بی وفا، بعد من و احمد ظاهر یا ستریتل دیوشکو را میخوندیم. انا هنرمند بسیار خوب بود. اکنون هنرمندا دنیای خودشون دارن. خیلی من راست شگم بیشتر آدم علم که بودم از اونا فرق میکردم. بسیار هنرمندای ما امروز داریم عنوانهای بلند دارن، لیکن به معنی شعر نمیرسن. همین حوزه هنری خوجند اگر گیریم، مردی که میدونه شعر چی است، سرود چی است، موافقت موسیقی و خواب سرود و شعر، بای محمد مرحوم بای محمد نیاز بود. مرده که بسیار تاجیکانه میخوان، سرود سنتی بسیار خوب میخوان. من با اون بزرگمرد صحبت هم داشتم، یعنی که چی میخوان میفهمید. دیگر کمتر است. بعد عادل هاشم از جمله اینها بود. عادل هاشم خداوند بیامرزش مردی بسیار دان و بسیار خام بود، معنی رسم. اکنون حافظای دیگرمون کمتر درک شعر داره. احمد ظاهر شعر خوب میدونست، شبانه روز مشق میکرد، میخوند. خب ببینید آهنگای اروپایی را گرفت، اندک سیمای تاجیکانه بخشید و شعر تاجیکی خواند. آهنگای مثلا هنرمندای بزرگی هند شیب قاره را استفاده میکرد. بسیار آهنگای هندی کلامی فارسی یا آهنگای بدخشی، آهنگای تاجیکی ما از قبیل چشم سیاه داری قربانت شوم من، همین چیزایی بود که در تاجیکستان قدیمی ما تا به امروز از اینا استفاده میشد. مال ما هم هست. خب یک خاطره میگفتید که با احمد ظاهر شاید اگه اونجا
اشتراک کرده بوده در اون محفل؟ احمد ظاهر چی گم ما چنون اونس گرفته بودیم که هر صبح قریب می آمد منزل من تنها بودم در شما یعنی افغانستان. در کجا؟ در دوشنبه؟ در کابل. آها. من در کابل کار میکردم، هر بهانه خطی می آمد. آها. صحبت ما در اطراف شعر سرود و موسیقی افغانستان و شبه قاره و بعد تاجیکستان صورت میگرفت. من اون کسا با هنرمندای تاجیکی چون که اینجا ثبت برده بودم، مثلا مثل یک شریف بزرگ با اینها آشنا میکردم، انا خوب میپذیرفت. بعد یک صبح هیچ یادم نمیره که اومد گفت که استاد من جورابی جون گفت من این صبح یک سرود شنیدم، یک خانمی تاجیکی سرود خوند. گفتم کی خوند؟ چی سرود خوند؟ گفت مغفرت قلقل آور. گفتم این مغفرت همراه قل آور. سالی اون در امریکا است که جا است. انا دیگر سری موضوع بسیار صحبت میکردیم و وقتی که در حقیقت روزگار خوب داشتیم ما در مقابل روزگار مردم کشورهای سرمایه‌داری ما خیلی خوب بودیم. انا من روشگم سرمایه‌داری خوش ندارم، چون که محمد اقبال میگه آدم از سرمایه‌داری قاتل آدم شده. انا احمد ظاهر هم همین اوضاع اون که دنیای خودش داشت. هنرمند چی است؟ ما بعضا از حقیقت دورتر میرویم. احساسیه. منم هم احساس دارم بعضا که دیدید یک ناهمواری دیدم یک سخن میگم نباید همون بگم، لیکن همین احمد ظاهر هم میگفتم که ظاهر جان آخه ببین که همه چیز هست، خدا همه چیز دو دستونی. اینو نه میگفت چی است که میبینی که یک موتر 6 متری از پیش تیر میشه، ماشین 6 متره و یک نفر میگی سبد وزن بالای سرش کیله گفتن میگردد، یعنی که مواد خودش برای فروختن. من میخواهم که هم آبادی و آزادی و آرامی و امنیت و برابری و برادری باشد. این ارزوش بود و بسیار میخواست که تاجیکستان بیاید. تاجیکستان خوب آشنا بود، چون که پیش از سالهای میانه سالهای 50 ابتدای سالهای 60 سالهای 70 هنرمندای معروف افغانستان به تاجیکستان آمده بودند. حفیظ الله خیال، ساربان، زلاند، اکبر رامیش، غیره و غیره ها آمده بودن، چیزهای خوب آوردن. ولی شما تصور کنید هم سال فکرم که ابتدای سالهای 60 بود همون شعر مشهور ایرج میرزا داد، مشهور خب عاشق پیغام که کنن مادر تو بر من جنگ، زیر تاثیر همین سرود بعد شاعرای ما شعر مثل که آفریدن. لیکن شعر ایرج از همه اینها بالاتر بود. یعنی همون مادرنامه استاد لایق نیست، همین در از الهام تاثیر این به همه این شاعرای ما بود. ما بعضا در دادن ها مبالغه میکنیم. بعضا اینا من شنیدم در روزنامه هم میخونم که انا شاعر نابغه ما انا فلان حرفای نباید بگیم. هر کس در جای خودش. انا چون که دادرم این زمینه ریالی دارد، همین شما خوب میدونید که اینچه میگن که شعر ما خیلی پایین را بعد انقلاب اکتبر نه. از اون زمانی که ما پیروی بیدل شدیم، بیدل وارد بخارا شد، وارد قلمرو شعر ماورا نه، این ابتدای قرن 18 بود. دیگر همه چیزا پرتوتیم از پس بیدل شدیم. مقصد دانشمندای ما از بیدل خوب گفتن نبود، چون که بیدل عرش اعلا بود. با بیدل نزدیک شدن. این هم یک قصه عجیب دارد. میگویند که وقتی که سبک هندی وارد قلمرو بخارا شد ماورانه، اولین کسی که بود از این پیروی میکرد شوکت بخارایی بود. چون سبک هندی از ما طلب میکند بعضی خیالات و بعضی موضوعی است که آسمان هفتم میرود و پایان اینو شفقت ملامت کردن که شفقت ما را دارد برای اون راه میبرد که امکان دارد به کفر ببرد، راه نامعلوم. و شفقت اذیت کردن. بیچاره تون طرف خانهش آتش زدن در بخارا، متعصبا البته. خدا از تعصب و خرافات افراد مردم ما نجات دهد پروردگارا. هیچ وقت تعصب در تاجیکستان راه نیابد، یا خرافات یا افراد. شفقت مجبور شد که ترک وطن کند، فرار کرد رفت مشهد ایران.
بعد 10 سال فراری شفقت بخارایی سبک هندی در لباس میرزا عبدالقادر بدیل واردی باز بخارا و ماورانر شد. مردم بدیل خوش پذیرفتن، شفقت ملامت کردن. لیکن شعر بدیل که اومد دیگر همه از شما سر کرد، همین جوانای امروزی همه دیگه والا و شیدای بدیل و میخواستن بدیلگونه شعر بگن. بسیارها موفق شد. حالا این شاعرای عصر 18 ابتدای عصر تا اخی ببینه همه پیروی بدیل و آخرینش هم انا ظفرخان جوهری، طغرل احراری، حاجی حسین خطلانی و غیره و غیره ها دیگر همه والا و شیدای بدیل انا اکنون به مقام بدیل نرسیدن، چون که بدیل بسیار تعلیم و معلومات بیشتر بود. بدیل کار خودش کرد، معجزه آفرید. حتی عینی هم در بسیار آثار علمیش میگد که انا از پس بدیل در این شکل رفتن کاری خطا بود. حتی طغرل میگد که شاعر خوب بود، استعداد بلند داشت، چون پیروی سخت بدیل کرد اون استعداد نتوانست که استفاده کند. خدا به مقام بدیل نرسید. واقعا هم چون اینجا خاطراتتان رو درباره احمد ظاهر گفتید و واقعا هم شما هنرمندی بسیار شناخته هستید و چی سبب که امروز شما سرود نمیخونید و شاید میخونید و در تلویزیون ها در رادیو ها صدای شما قدر پخش نمیگردد و عموما سرودخوانی شما به ما نمایان نیست. چی سبب که قدر شما امروز از سنت دور هستید؟ از سنت دور نیستم، با شاگردا خیلی کار میکنم. انا فردوسی یک گپ خوب دارد، یک بیت دارد میگد شگفتاری بیهوده بسیار گشت، سخنگو در انجمن خوار گشت. من چیزای نو خیلی زیاد دارم، از برای خدا 10 آهنگ آفریدم و با تمام مسئولیت میگم خدمت تعریف کنم که از همه خوب میخونم، چون که هیچ کس از هنرمندا اگر یک نفر دعوت کند مرامت شعر مثل من نمیفهمد، نمیدوند و از همه خوبم میخونم. طرز خواندن من این بود که در مجلسگاه وقتی کنسل میدادم خدا شاهد نیست مردم گریه میکرد بس سرودای عاشقانه من. حاضرم تیارم. متاسفانه برنامه ها همون کانال های تلویزیونی کم حوصلگی میکنن، خیلی سببش بسیارها میدونن در چی، وگرنه اگر دعوت کنن هر روز آماده ایم که زنده بیام با همون تار و ربابم و اکردیانم و مندلینم همون هر روز سرود بخونم. اکنون من از در بین این بچه‌هایی که امروز متاسفانه با نام ستاره ها تبلیغ میشوند، اکثر ستاره رو من قبول ندارم. یک دفعه در صحبتم گفتم که این ستاره هایی که ما معرفی میکنیم کیروی لمپشکا گفتن نیستن، چون که خودشون شعر می نویسن، خودشون آهنگ می آفرن، خودشون میخونن و با کدوم راهی البته معلوم در تلویزیون راه میان و تبلیغ بهنری زیاد صورت میگیرد و به نظر میرسد نارنجانی. بچه ها هم فکر میکنن که قول حضرت حافظ هستم، اینا باید در خاطر نگاه داره. میگد که نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند. تشکر برای شما استاد ارجمند. تماشاگران عزیز، واقعا هم با این نفر یک مرد دریا دل، دریا نفس و واقعا هم سخنشان مثل دریا است که اگر بسیارها صحبت کنیم واقعا هم کم است، چون می جوشد سخن، علم، عشق، سرود، شعر می جوشد واقعا هم. و من فکر میکنم که استاد این صحبت اولین و آخرین ما نیست. حالا انشالله ما در شهر دوشنبه نیز انشالله می رویم و با شما هم صحبت میشویم و در هر نهایت و این است به برنامه ما و حسن انجام بخشیم.